دوستان عزیز و دوستان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطور که میدونید امروز بعد از ظهر به دمشق رسیدیم. الان هم به حرم مطهر زینب کبری زیارت بیبی زینب کبری را انجام دادیم و فیلم بسیار کوتاه میخوام از داخل حرم بیبی زینب بگیرم و برای شما دوستان عزیز و گرامی نشر بسپارم. ان شاءالله امیدوارم که این فیلم هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. و بازم همونطور تمام سابق نایب زیاره همه شما دوستان عزیز هستیم و بودیم. امیدوارم که مورد قبول حق قرار گرفته باشه. اینم دیگه اذان مغرب شده، الان هم که دیگه وقت اذان است و انشالله نماز رو خوانده، چون بعد از اذان نماز مغرب عشا دیگه در حرم رو میبنده دیگه به خاطر امنیت اینا. دیگه برمیگردیم بریم هتل و انشالله این چند روز هم که اینجا هستیم دیگه هر کجا زیارت رفتیم نایب زیاره شما بزرگواران هم خواهیم بود. والله يجي خش ما يمكن لا تضرب عجبك اون طرف که از قسمت زنانه است و این طرف هم که شما می‌بینید اینجا قسمت مردانه است که مشتاقان و زوارای بیبی زینب در از زیارت میکنند. خب دیگه مزاحمتون نمیشم، انشالله که این فیلم را هم تماشا کنید و ازش لذت ببرید. انشاءالله دیگه فردا و پس فردا و چند روز دیگه هستیم از زیارت‌های دیگه از مکان‌های که چه هست زیارتی هست اونجا رو هم میریم و زیارت میکنیم و انشاءالله فیلم بگیریم برای شما به نشر میسپاریم. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما.